کتابی جیومتری صفر 11 و مثال 193 و داده شده است. رادیوس اساسهای کانوس سربریده برابر به 6 متر و 14 متر و مسافت سطح پورش و 572 متر کواردی برابر است و بلندی کانوس رو یابد و مسافتی و پورا برابر است با اسی پهلوی با سوم اسی پهلوی و اسی اساس ها و ما و مسافتی و هر دو دوره یعنی دو اساسی کانوس رو میابیم و اسی اساس اول برابر و از روی فرمولی مسافتی دایره پی ال کوادرات برابر به 36 پی و مسافتی اساسی دوم برابر به 196 پی می شود و پس از آن به جایهایشان و میگذاریم و در این وقت و اسی پهلوی برابر به نصفی برابر به پی و ال و رادیوسی کلان و جمعی رادیوسی خود و ضرب تشکیل دهنده و همین طور 572 پی و برابری و پی 43600 پی ال و مسافتی و دو و اساس ها 196 پی و 36 پی. بعد از حساب کتاب کردن ما تشکیل دهنده یک باره یافتیم ال برابر 17 گوییم. ال برابر 17 و پس از آن ما و وقتی که پرپندیکولار و از اساسی بالایی به پایان میفراریم و از بسکی و کانوسی راست است آن را ما بلندی گوییم می شود و در اینجا و این قسم برابر به 6 متر می شود و قسم دیگر یعنی زد برابر بر رادیوسی کلان مینوسی رادیوسی خود برابری 8 می شود و پس از آن ما بلندی رو از روی تئورم پیثاگور و کوادراتی کاتت برابر بر کوادراتی هیپوتنوز مینوسی کوادراتی کاتت دیگر از روی مثال میکنیم و در نتیجه و بلندی برابر به 15 میشه. بلندی کانوسی سربریده ما و 15 متر برابر است. تشکر رحمت.